با وجود آنکه که جمهوری تاجیکستان با جمهوری مردمی چین همسرحد بوده، میان این دو کشور همکاری‌های بسیار جنبه سودمند عملی می‌گردند، صورتیابی کرونا ویروس در جمهوری تاجیکستان به قید گرفته نشده است. اید به حفظ کردن سلامتی مردم، پیشگیری حالت‌های احتمالی صورتیابی، نظارت گردش مال و محصولات و تامین امنیت سانیتری اپیدمیولوژی از جانب رهبریت عالی مملکت به حکومت جمهوری تاجیکستان، وزارت‌های تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی، کارهای خارجی، کارهای داخلی، نقلیات، صنعت و تکنولوژی‌های نو، کشاورزی، کمیته‌های بخطری محصولات خوراکواری، رشد سیاحی، تلویزیون و رادیو، خدمات نظارت دولتی تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی، خدمات گمرک و دیگر ساختارهای مربوطه دستورهای قطعی داده شده است. جهت پیشگیری و احتیاط کردن از سیرادیابی در همه فرودگاه‌ها، راه آهن و گذرگاه‌های سرحدی با استفاده از تکنولوژی‌های طبی تشخیص کننده سنجش مسافران براه مانده شده است. تدبیرهای نوبتی بخطری و سنجش طبی در فرودگاه بین‌المللی دوشنبه از مسافران خط‌سیر مسکو دوشنبه با اشتراک نماینده تشکیلات عمومی جهانی تندرستی در داخل هواپیما عملی گردید. هواپیما ساعتی رسو 18 شماره زیادی مسافران را به فرودگاه رسانید. همزمان مسافران توسط تجهیزات معاصر تپلویزر و ترماسکانرها گذرانیده شدند. پوشیدن نقاب تنها به شخصانی گرفتار زکام توصیه داده می شود، ولی نقاب پوشیدن شخصانی سالم می تواند مردم را به تهلکه آورد، زیرا آوازه ها در مورد سیرادیابی یک چند نفر از اهالی تاجیکستان بر دروغ بوده اساس ندارند و مردم نیز باید به هنگامه داده نشوند. در یک چند روز اخیر از جانب یک خطر شبکه‌های اجتماعی سر و صداها بلند شدند که گویا توسط هواپیمایی که از جمهوری مردمی چین به دوشنبه پرواز کرده است نفر گرفتار بیماری شده است و دیگران را سرایت نموده است. نه، این گونه آوازها اساس ندارند. تا امروز یگان حادثه گمانبر در جمهوری تاجیکستان همچون سرایت یافته با کرونا ویروس مشاهده کردن نشده است. در تمام گذرگاه‌های هوایی و گذرگاه‌های زمینی نقطه‌های سانیتری کرانتینی موجودند که در اولین حالت آشکارسازی سرایت فعالیت خود را پرزور می‌نمایند. اظهار کرده شد در جلسه خدمات نظارتی دولتی تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی. اید به تامین ذخیره‌های بی‌ضررگردانی، لباس‌های محافظتی سانیتری برای متخصصان گذرگاه‌های سرحدی، تپلویزرها، ترمامتر فاصله‌ای و تامین شعبه‌های سرایتی شهر و ناحیه‌ها با موادهای طبی برای تبابت علامت‌ها، عهده‌داری‌ها معین و جانب کرده شدند. تدبیرهای بخطری و نظارتی به طور شبانه روزی در 27 گذرگاه سرحدی مملکت در سطح ضروری راه‌اندازی گردیده است که باید با مسئولیت بلند عملی کرده شود.